هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، امام محمد غزالی رحمت الله علیهم در کتاب نصیحت الملک چنین میگوید: زنانی که اهل دوزخند دارای این خصلت ها می باشند. یکم، یک قسم آنان به لباس و لطف و زیب و آرایش میل زیاد دارند که آنها میمون صفتند. دوم، زنانی هستند که در صورت نارسایی به جنگ و جنجال برمیخیزند. اینها سگ صفتند. سوم، زنانی که خود را از شوهر بالا دانسته تکبر می‌ورزند، مار صفتند. چهارم، هستند زنانی که شب و روز سخن نیشدار کنایه زده زهر زبان دارند، آنها کژدم صفتند. پنجم، زنانی که یگام اموال خانه را با دیگر کس به اجازت شوهر می فروشند، مش صفتند. ششم، زنانی که خود را بر دروغ بیمار وانمود کرده حیله و نیرنگ می نمایند، روباه صفت هستند. هفتم، زنانی که بهانه کافته به خانه بیگانگان برای تبریک و تعزیه بیان کردن رفته در خانه نمی نشینند و دل شوهران را آزار می دهند، زاغ صفتند. اینها همه زنهای دوزخی می باشند. خواهشمندم در دل این گونه زنها سخت نرسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.